عمان مذاکرات ایران و امریکا. صل علی ستم که ترامپ باید بکن. چی شد کشتم ترامپ کردم. ترامپ اومده نکوله رو تو که ولی شل نکن الان صف میکنم توش دار شعار هر ایرانی مرد بر آمریکا. حسن نباش تو نایسته وری دگی دلار بالا فشار. چی گفت فاش داد؟ ترامپ جان میگن که اگه قرار اینجوری کنین دلار رو میبرن بالاتر و فشاری بیشتری مردمتون میارن. بهش بگو پول هرومه پول خراب. مردم ایران زیر بار افزون نمیرن. مردم ایران از این چیزا نمیترسن. دلار 30 تومن بگو 35 بگو 40 تومن. دلار 100 تومن. که 100 تومن؟ دلار که 100 تومن؟ یه بود. آقا یه هدیه داریم از طرف مردم ایران خاردار برای 80 میلیون ایرانی. 86 میلیون خاردار آوردیم لذت شو ببریم. آره از ما که نماز کنیم چرا آسیمات داری میزنی بالا؟ نمیخوام نماز بخونم. چیکار کنی؟ میخوام بزنم خارشو.